پیش از شناسایی سرول گفتمت دل شکسته پر از پیوند دارم. آیا می توانی احتیاطش کنی؟ چون اساسی محبت دل زیرتپش را دارا بودن است. تو در حال دلم را برای دستانت برداشته گفتی چیستان من این پاره دل را دوباره می شکنم. او را چون گوهرک چشم نگاه می دارم. من ساده تو را باور کردم و دیوانوار عاشقت شده دوستت داشتم و قلبم را چون امانت با دو دست به دستانت گذاشتم. اما صد افسوس که تو قلب پاره پاره مرا بلند برداشته با شدت به زمینش زدی که پیوندهایش باز هم ریزه شدند و در حالت واپسین تپیدن قرار داشت. خواستم دل پاره را از زمین بردارم و تسلیش دهم، اما این نوبت با ضربه یا با زهر سخن آن را کشتی و گفتی قلبت بیکاره شد، آن را به قطع اخلاق پرتاب. مرا بین به دل زنده ام، نمردم. من به دل به دنیا نآمده بودم. در زندگی از سادگیم استفاده کرده آن را کنده پرتافتم. پندی بر حقم دادی به دل باش تا در جمعیت بدلان من بعد عذاب نکشی.